خب بچه ها، میخوام یه نکته خیلی مهم و کوتاه برای ساخت کمربند بهتون بگم. اونم وقتیه که مشتری از ما یک کمربند میخواد و به ما میگه که من مثلا سایز کمرم 42 یا دور کمرم 80. و ما یه سوال اولی که برامون پیش میاد اینه که تسمه کمربندمون رو چند سانت ببریم. خیلی راحته بچه ها. اولا که کمربندی که ما سفارشی داریم میسازیم نباید بلند باشه خیلی، مثلا از بند اول شلوار رد شه، از بند دوم شلوار رد شه. کمربند سفارشی و نرمال و استاندارد، کمربندی که و بخوایم خیلی شیک باشه، از بند اول بنگیر شلوار رد میشه، فقط همین. پس مثلا من به شما میگم سایز من 42. کاری که شما میکنین این سایز شلوار رو ضرب در 2 میکنید، به علاوه 20 سانت میکنه. اگه من به شما بگم دور کمر من 80، اون موقع شما اینو مستقیما به علاوه 20 سانت میکنید که میشه 100 سانت. حالا این 20 سانتی متر، این سانتی متر یادتون نره. این 20 سانتی متر برای چیه؟ در واقع این 20 سانتی متر همون قسمت اضافه کمربندی هستش که من یک کمربند براتون بکشم. از سگک ما رد میشه و میره توی بند اول شلوار. به همین راحتی در واقع توی این قضیه این قسمت اضافه اینجا که برای پرت شدنه در نظر گرفته شده، نگرانش نباشید. شما اگر اینطوری برآورد کنید قشنگ با 20 سانت اضافه بندتون از بند اول شلوار رد میشه. به همین راحتی یه فرمول ساده داره و یک کمربند شیک میسازید.